جمع کن بریم دست کنارم. دوستان زنده این؟ دوستان نه وایسی آی الو آره فقیه خدا بگم ازتون نمیگذرم. ولش کن بالاخره جواب داد. دوستان صدا تو داریم صادق. چی شده؟ رسید نمیبینه به درد گرون قیمت ها میخوره. چی شد؟ چی کار کرده؟ چرا خودکشی کرد؟ چی کار کردی من؟ رمزی مرد آجی رمزی؟ بریم آقا دکمه رو بزن بریم. روح مرده بهشاد خود بگو چی شد. گرنه جلو چشم تیرکن بگفت خدا این چی افتاده رو زنگ یا بوف ترکید. کسی مرد؟ نه همه زندن. Don't do it. Don't do it. بردیم تمام بردیمش. خیلی جا تنگه. آخ اینو حلقه طلا میگیرست. بلندش نمیشه که. نه بکشش عقب بگیرش عقب. بابا بیا دیگه. بس بابا. از این وسط باید بگیرش. از این وسط. بیا. بابا اینجا رد نمیشه. اوخی. آفرین مهندس. خب حلقه رو بردار فعلا. اینجا کوچولو تو بودی گوز میکردی ها؟ تو بودی گوز میکردی چیش داری؟ این صدای کیه؟ کمک حالت خوبه اینجوری شدی؟ چرا مهندس این اسحالی شد؟ چرا ما داریم بالا میاری؟ آقا من چیش داشتم مهندس این اسحال شد. پناه بگیر یه چاقایم شد. برو فرار کن. بمیر دیگه بالا بیار. مهندس این روش بالا بیار. ای وای کش. اوه جلو صورتم ترکیدی مهندس. قشنگ جلو صورتم ترکیدی. بعد یکم جلوتر. خب مهندس وایس مرشاد مهندس نگاه کن. وایس خیلی خوب. داره آماده هم میکنه عارف کوچ. اوه خیلی اگه با این بتونیم یه هیولو بکشیم. مهندس نبودی بذار مرشاد زنده شه. بابا من 47 جون داشتم عارف. من نمیدونستم میمیری ولی ببین خیلی خنده دار بود مهندس. یه تیر اول آخ
آجی اصلا نتونست دفاعیشو نه نشونه نگیش اوه اوه دن آهنگ معروفشون چیه رو میوا میذارم؟ آره چی نیستش. حاجی عارف داشت از خودش دفاع میکرد میگفت آره من این شادو نمیدونم تا بدبخت. اچ پی چنده محمد حسین؟ یه لحظه بشاز باش اچ پی چنده؟ یک. خب بذار بکشم دیگه چه فرقه؟ مبارکه.